سلام. رویدادهای اخیر تاجیکستان و جهان در برنامه اخباری آزادی. من مومین احمدی هستم. نگاه به چند موضوع برنامه امروز 19 اکتبر. تاجیکستان قرقیزستان را برای تلاش ناآرام کردن وضعیت در مرز دو کشور متهم کرد. ایران عیبنامه تامین سلاح بر روسیه را بی اساس مینامد، ولی کشورهای غربی به ادعای جمهوری اسلامی باور ندارند. ایران حالا در فکر فروش اسلحه بیشتری ویرانگر برای کمک به تجاوز در اوکراین است. مادری از ولایت سوخت شکایت دارد که مقامات مجبوراً فرزند بیمارش را به ارتش بردنی هستند. قطار دیگر بچه ها تن جانی بچه‌ام سالم بود. من البته راضی بودم که خدمت به پسرم رود بود. محمد دلشاد بایزاده، یک مهاجر تاجیک که در روسیه ناپدید شده بود، در مرز تاجیکستان با افغانستان بازداشت شده است. با گفته مقامات این ساکنی 20 ساله ناحیه مسجاق قصد گذشتن به افغانستان را داشت. نزدیکانش گفتند از بازداشت دلشاد بایزاده تازه آگاه شدند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی روز 19 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی خبر بازداشت محمد دلشاد بایزاده را تصدیق کرد. با گفته منبع، دلشاد بایزاده را کارمندان میلیسا در ناحیه درواز ولایت بدخشان هنگام تلاش رفتن به افغانستان دستگیر کردند. هنوز اتهام علیه این جوان اعلان نشده است و معلوم نیست که او چطور از مسکو به درواز رفته است. نزدیکانش گفتند این جوان باری اخیر روز 10 اکتبر با خانواده‌اش تماس داشت و او 2 سال اخیر در بازار فودسیتی شهری مسکو روسیه کار میکرد. ادامه برنامه. نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان امروز 19 اکتبر با پخش یک بیانیه قرقیزستان را به اغوا انگیزی و ناآرام کردن وضع در مرز دو کشور متهم کردند. مقامات تاجیک گفتند که بر رغم سازش‌ها برای رعایت کردن آرامی، برعکس کشور همسایه به ساختن استحکام و آوردن نظامیان بیشتر به مرز مشغول است. همکارم میرزانبی خالقزاد در استودیو با ما قرار دارد و از او میپرسم که مقامات قرقیزستان میرزانبی به این اظهارات چی واکنشی کرده است؟ سلام مومین، سلام به بینندگان گرامی. مقامات سرحدی قرقیزستان تا حال به طور رسمی اظهار نظری نکردند، ولی بخش قرقیزی رادیو آزادی برای گرفتن واکنش حکومت قرقیزستان به مقامات این کشور مراجعت کرده است و منتظر پاسخ آنها با دسترس شدن ما به سمع شما بینندگان میرسانیم. اما در گذشته مقامات همسایه کشور برعکس تاجیکستان را برای رعایت نکردن مقررات سازش‌ها درباره راه ندادن به مناقشه در مرز متهم کردند. اما کمیته امنیت ملی تاجیکستان که برعکس بیانیه‌های کوتاه پیشین یک اظهارات دراز و با عکس و تصویرها نشر کرده است، میگوید که عملکردهای افراد علاهیده و مقامات قرقیزستان بیانگری نیت شومی است. در بیانیه آمده است عملکردهای شهروندان علاهیده قرقیزستان با هدف ناآرام کردن وضع، آماده کردن کمینگاه‌ها، کندن نقب و استحکام، آوردن تجهیزات اضافی نظامی و نقض پیوسته قلمرو هوایی تاجیکستان دلیل واضح نیت‌های شوم جانب قرقیزستان است. به قول کمیته امنیت ملی تاجیکستان از روز 26 سپتامبر تا روز 15 اکتبر پهپاد و یا درون‌های قرقیزستان 13 مراتب غیر قانونی به قلمروهای هوایی تاجیکستان در ناحیه اسفره و باباجان غفورov وارد شدند که با ولایت بادکند قرقیزستان هم مرز هستند. میرزانبی، ساکنان دهات مرزی تاجیکستان در این باره چی میگویند؟ آنها نیز آیا حرکت نظامیان و پرواز درون ها را مشاهده کردند؟ بله، هم نماینده‌های جماعت مرزی و هم ساکنان عادی در صحبت امروز با ما گفتند که از این حالت در تشویش هستند. نماینده‌های جماعت ها و ساکنان اسفره و باباجان غفورov میگن در قطعه‌های مرزی طرف تاجیکستان وضع آرام است، ولی به نقل آنها پرواز درون ها و به موضع‌های مرزی آوردن زره پوش و سلاح‌ها از طرف کشور همسایه آنها را شدیداً نگران کرده است. در بیانیه 24 موردی را آوردند که به گفته کمیته امنیت ملی تاجیکستان نشان میدهد که مقامات قرقیزستان سازشنامه‌های پیشین برای جلوگیری از هر گونه مناقشه و تامین امنیت شهروندان دو طرف را رعایت نمی‌کنند. سنگ اندازی به سمت ماشین‌های ساکنان تاجیکستان در مناطق مرزی، بدرفتاری با آنها، آتش زدن خانه و از جمله مجروح کردن یک کودک ذکر شده است. و حکومت تاجیکستان از رهبران نظامی قرقیزستان خواسته است پیش روی هر گونه عملکردهای اغوا برانگیزانه را بگیرند تا به نزاع نکشاند.
تشکر همکارم میرزانبی خالقزاد در باره بیانیه تاجیکستان راجع به وضع مرز با قرقیزستان صحبت کرد. میخواهم یادداشت کنم که یک ماه پیشتر در روزهای 14-17 سپتامبر در نتیجه نیزات در سرحد دو کشور بیشتر از 100 نفر کشته شدند. هر دو کشور که صدها کیلومتر مرز علامت گذاری نشده دارند، یکدیگر را به تجاوز به قلمروی همدیگر متهم کردند. حمله روسیه طریق درون یا به سرنشین‌های ایرانی به شهرهای اوکراین نگرانی‌ها را به بار آورده است. حکومت جو بایدن پرزیدنت آمریکا روز دوشنبه گفت بنابر استفاده درون و یا پهپادهای ایران در جنگ اوکراین بر ضد تهران تحریم‌های سخت نو اعلان می‌کند. کاخ سفید همچنین گفت شبهه دارد که به این زودی در مسئله احیای ارزش اتمی با ایران به جای برسد. گزارش صدای آمریکا را همکارم کیومرثی عطا تقدیم می‌کند. در فضای شهر کییف خطری نو ظهور کرده است. این دفعه از ایران. اوکراین میگوید که پهپادهای ویرانگر و قاتلی که به پایتخت حمله میکنند ساخت ایران است. ایران میگوید که چنین نیست. روسیه شرح نداده است. سخنگوی کاخ سفید در نشست در واشنگتن درباره استفاده پهپادهای ایرانی و پاسخ آمریکا در رابطه با آن صحبت کرد. ایرانی ها واقعیت را نمیگویند و رد میکنند که به روسیه برای جنگ در اوکراین سلاح میدهند. بنا به گزارش ها، ایران حالا در فکر فروش اسلحه بیشتری ویرانگر برای کمک به تجاوز در اوکراین است که گویا ایران مخالف آن است. ما کار را برای تحریمات بر ضد تجارت اسلحه و ضد روسیه و ایران ادامه میدهیم. اما تحلیلگران میگویند که غرب کاری زیاده کردن نمیتواند. آنها همان کاری را میکنند که ماها انجام دادند. بعضی افراد و شرکت و فرماندهان را که سلاح و سیستم ها را میفروشند انتخاب و تحریم میکنند. حالا این کار اثر زیادی ندارد. حکومت امریکا همچنین به حمایت از تظاهرات صدا بلند کرد که ایران را فرا گرفته است. تظاهرات بعد از مرگ یک دختر جوان در اداره پلیس اخلاق در ماه سپتامبر سر زد. حالا چشم جهانیان به سوی تظاهرگران شجاع در ایران است که برای حقوق خود صدا بلند می کنند. نه فقط برای حقوق زنان بلکه همه حقوق دیگر. امریکا هم در کنار آنهاست. امریکا بنابر سرکوب تظاهرگران به ضد مقامات بلندپایه ایران تحریم جاری کرد و راه‌های دسترسی ایرانیان را به رسانه‌ها در اینترنت و معاشرت با همدیگر آسان‌تر ساخت. عین زمان کاخ سفید نگران است که مذاکرات درباره سازش اتمی با ایران به بنبست وارد شده است. ما انتظار نداریم که سازش به این زودی به دست بیاید. به گفته تحلیلگران، شانس احیای سازش اتمی ایران با کشورهای غربی از زمان آمدن رئیس جمهوری نوی محافظه‌کار به قدرت در سال 2021 کم شده است. بعد انتخابات ایران سازش اتمی به مشکل بسیار جدی گرفتار شد. ایران تا حد دموکراسی و دیگراندیشی دارد. حکومت نسبت به روحانیان تا یک اندازه تحملگرا است. رئیس جمهوری کنونی در نیت و هدف یک روحانی فوق‌العاده محافظه‌کار است. حالا چی؟ امریکا میگوید رهبران ایران باید به حق مردم احترام گذارند. چیزی که مردم در سراسر شهرهای ایران و بیرون از آن هفته هاست که با برگزاری تظاهرات طلب دارند. پیوندان یک جوان از شهر اسفرای ولایت سوخت ادعا دارند که شهرزاد رزاق معیوب را با نیت خدمت در صف ارتش کارمندان کمیسریت حربی داشتند.
مادرش میگوید از بس که وی در روی خط بیماران بود باری هم از نهادهای حربی شهر به خانه‌اشان دعوتنامه نامده بود، ولی این بار پسرش را به کمیسریات حربی ولایت سوخت آوردند. مقامات در این باره رسما معلومات نمیدهند، اما میگویند یگان جوان بیماری سینی دعوت به عسکری سفربر نمیگردد. فرزان محمدی در این باره تفصیلات میدهد. برو سحر که به وقت این یک مگزیننده فروشندگی کاری سبو گفته کو زندگی همونجا کار میکرد، همونجا نمیدونم کارمندانی حفظ حقوق. گلنازه رزاقова مادر شیرزاد رزاقov 22 ساله میگوید پسرش را هنگام به کار رفتنش بازداشت کردند. زوران گپای دور وقتی داشته بردگی دوست چلاف کتی تو به دیاله شدگی گفته گازنان بردگی و برده پسرکم گفتگی من چیکار نکردم هیچی نکردم فقط این کارم اونجا براسم چه خیال من به دیاله میشد گپ بسیار نکن تو به دیاله شدگی گفته برده کمیسریات بردگی اونجا رفتگی که دیاله کشادگی و اوچاتند کاغذا ویش دیدگی اونجا گرفته کنیبادان برده حجتای ساختگی تشخیصش ساختگی اوزی کرگی همون که آورده این کمیسریت حربی ولایت آورده سپرده برفتگی. گلنازه رزاقова یک هفته از تلاش دارد بنابر بد بودن وضع سلامتی پسرش به خدمت حربی سفربر نگردد. به قول او پسرش چند بار از وضع بد سلامتیش شکایت کرده است. از سال 2000 این به سنگ راه پیشاپدانش گرفته یک چند بار اپراتسی کرگی نظارت دکتران این سلامتیش نمیبردارد. همین سبب هیچ وای نکراسی هم دیگه گسیل کردم بچه که عذابش سخت بسیار اهم بیماری خودش اذیت میکشه. همون بعد اگر سلامتیش میبرداشت و قطار دیگر بچه ها تن جانی بچه هم سالم بود من البته راضی بودم که خدمت به پسرم رود بود. در تاجیکستان 3 هفته باز موسم تیرماهی سفربری جوانان سین دعوت به ارتش جریان دارد. 10 روز پیش بیش از 1000 نفر نوسربازان به خدمت گسیل گردیدند، ولی این روند تا اجرای نقشه دوام می‌یابد. مقامات همواره میگویند که جوانان از دایره قانون بیرون به عسکری برده نمی‌شوند. درباره شیرزاد رزاقov نمایندگان کمیسریت حربی ولایت سوخت راضی نشدند در نزد دوربین گپ زنند، ولی گفتند اگر در سنجش طبی ولایتی بیمار بودنش تصدیق شود از گسیل باز داشته می شود. هیچ کی جواب ندادن که من مجبور شما باز مراجعت کردم که یک قطعی من به یاردم کنیتان من ایزای همون اپراتسی های شدگیش ایزاش بدنی بچه من در حال ایستاده است من این بهای ساختکاری کردیم نیه. مقامات حربی ولایت سوخت میگن آنها در دعوت تیرماهی امسال نظر به 1 سال پیش 10% بیشتر جوانان را به خدمت حربی گسیل کردند. طبق اطلاع خدمات مطبوعات حکومت سوخت در نخستین معرکه گسیل 1100 جوان سین دعوت به ارتش سفربر گردیدند. دعوت شدگان و والدین میگویند در وضع کنونی کشور این طلبات واقعی است. در تاجیکستان در 2 موسم بهار و تیر ماه جوانان از 18 تا 27 ساله را به ارتش دعوت میکنند. مقامات همه ساله گزارش میدهند که اکثر جوانان اختیاری به ارتش رفتند، ولی شکایت ها از ابله کم نمی شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. پیوندانی فراموز ارگشت فوق‌دانی کمیسیای 44 در بدخشان و داوطلب کرسی پرزیدنتی در تاجیکستان گفتند که محاکمه او در بازداشتگاه آغاز شده، ولی درباره جریان و بحث‌های داخلی آن چیزی نمی‌دانند. مقامات شرح نمی‌دهند. مادرش میگوید باری آخر او را ماه آگوستی امسال در حضور ماموران بازداشتگاه دید و از آن وقت تا حال پیامی نگرفته است. فراموز ارگشفی 32 ساله وکیل پیشین مجلس بدخشان ماه می امسال در خروق دستگیر و به دوشنبه آورده شد. او و همراهانش را در کمیسیای 44 به گرفتن پول از خارجه متهم می‌دانند. با همین برنامه ما به پایان رسید و خبرهای از این بیشتر را در صفحه‌های رادیو آزادی در یوتیوب، فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام رادیو آزادی پیدا کنید و بخونید. با وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org وارد شدن را فراموش نکنید. تا برنامه‌های دیگر خدا نگهدار.